من یک احمدی نژادی هستم و به خاطر حفظ نظام و حفظ ایران و سربلندی ایران و به خاطر توسعه مقام آزمای ولایت و رئیس جمهور دهم پا به رکاب دولت شما تلاش خواهم کرد. سوال بنده اینه که آیا شنیده ها از اینه که شما میخواهید درو کنید مدیران شایسته دولت دهم رو یا از اونا استفاده میکنید؟ و خواهش من اینه آقای دکتر، ما تک تک ایرانیان به عنوان سلولهای بدن کشور سرافراز ایران از شما خواهش میکنیم چه در زمینه داخلی و چه در زمینه خارجی باعث سربلندی ایران باشید و اقتدار ایران و دشمنان داخلی و خارجی رو شادمان نکنید. ما هم همراه شما خواهیم بود. اولا خیلی تشکر میکنم از این برادر بسیار عزیز و خوبمون که با احساس مطالبشون رو بیان فرمودن. از آخر من شروع میکنم. والا ما گفتیم کلید داریم، داست نداریم. من این نکته را عرض میکنم، دولت آینده دولت کارآمد و شایسته سالاری رو مناط کار خودش قرار میده. همه اون عزیزانی که در این 8 سال کار کردن، تلاش کردن و شایسته هستن، مدیر شایسته هستن، در برابر اونها من تواضع میکنم، احترام میکنم، از اونها استفاده خواهد شد. البته اگر کسی اتوبوسی آمده باشه و بی بلیت آمده باشه دیگه حالا خودش بلیت نگرفت.